گفتگیان که مرده مرا نبرید، ما در کجایی که مثال جان به حق تسلیم کردم در همونجا مرا به خاک بسپارن که جای مرده های همه نفران که در همونجا به خاک سپرده گیان. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هر یک کدوم ما باید بدونیم که یک روز نه یک روز انم خیلی جاها نصیب ما میشوه. میگن که چه خیلی که غافل منشین که ناگهانت ببرن. این جای زنها را دیدی سطر کردگی همه محکم کردگی دیمیتر. بله دوستان عزیز در پایانش کانال ندارم این حاجی جان. میگه که انا اینجا از پیامبرمون چیزی هست، میگه صلوات بفرستیم. در گذشته های تمام امت محمدی دعاگو باشن که اینا محتاج دعا هستن. ما هم با او خاطر اومدیم که در حقشون یک کف دعا بکنیم. برنامه راه در سفر با سرپرستی مغازه زیارت شاپ. السلام علیکم دوستان عزیز. 10 نمود فوتبالکای صبر برای شما از مرکز خدمت رسانی زیارت شاپ از 10 تا 1 ایول عکس نوبتی ما آغاز شد. فرخان جان تیاری؟ انا فوتبالکای صبر منظور شما میکنم چند نمود سوید دارد. یکم سوید دوستان عزیز، دوم سوید چون بریم، دوم سوید دوستان عزیز، سوم سوید هم بریم، سوم سوید دوستان عزیز و دیگر سوید ها درجه هستند. میریم با سه قسمت دیگری توفه ها. این توفه ما جای نمازها برای شما دوستان عزیز. نگاه کنید که چند سوید داره دوستان عزیز. سیم باشه امک ماشین کرا بیار آوردی. انا دوستان عزیز سیم توفای ما برای شما ای ماشین که سرفروشی و رشتروشی اینه همش برای شما دوستان عزیز. یک نمود فوتبالکت، 2 نمود برادرم اینه نواشیکو، 3 نمود برای شما جای نماز، 4 نمود برادرم. برای همین دوستان عزیز همه شما را انتظارم در دکان براتسلافسکی 6 خیمتی و در پیتر نمره در روی اکران میبینید. زنگ زنید، همه تا انتظارم با توفای زندگی. اکا عبدالله جان میگن که انسان وقتی با دو جا میگذره باید حتما دعا خانه یک مزار دیگری در مسجد در کد مثال تهیه مسجد. با هم خاطر امروز ما اومدیم در مزار هستیم اینجا همه مردم مسلمان های یک قرائت که ان شاء الله ثوابتش به همه امینو برسن. یک روز نه یک روز ما هم همینجا آدم میشیم. خوب جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بخشیدیم آیات‌های کلام ربانی را خصوصا قرآنی تلاوت شده را بر روح و ارواح گذشتگان این منزل و مکان خدای بزرگ و غریقه رحمت و شایسته جنت بگردونشانه. باز ماندگی‌های ما را در راه اهدنا الصراط المستقیم هدایت بکن. همه مؤمنان را، همه بنده های الله را، همه امت‌های محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم را فردا روز قیامت در پی بیرق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خستان و نصیب و روزی بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک. اکا عبدالله جان خوش بخواشون باور که عجایبه همه برنامه را برای برادرها سر کردیم. از السلام علیکم مثال از دیگر جا امروز برای چه خواستیم که از همینجا سر کنیم سرشوی برنامه را که هر یک کدوم ما باید بدونیم که یک روز نه یک روز انم خیلی جاها نصیب ما میشوه. میگن که چه خیلی که غافل منشین که ناگهانت ببرن، غافل منشین که ناگهانت ببرن. تو توبه بکن که در گمانت ببرن. گفتی که با پیری رسم و با توبه کنم. میترسم از آن که نوجوانم ببرن. یعنی چندین نوجوانو با پوی پیری بودن لیک کجا شدن؟ نگاه که 10 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال ای چی عمره یک خواب در میگذره. برای دو مثال دیگه هم هست که میگه که این قبضه همین عرفه که تماشاگاهی توست، فردا همین قبضه خاک ما تماشاگاهی کیست؟ بله. مثلا یکم دویمشو فراموش کردم. بله. راستی گپ همین خودش یک قیامت که ما گذشته ها رو میبینیم. الکی
در یادمان در فکرمان میاد که این دنیا هیچ است، همه ما و شما میگذریم. امروز الحمدلله ما قرار داریم در یکی از آرامگاه‌های کلانترین استانبول که در اینجا هم یک اهل اصحاب خوبه در اولش ابو ایوب انصاری میگن. اون نفری هسته که وقتی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم هجرت کردن از مکه به مدینه آمدن، مردم مدینه بسیار خوش قبولش کردن و گفتنش که ای دسته گل مرحبا با نور ریحان آمدی، جان همه عالم تویی که از عالم جان آمدی. گفته هم که پیشوازش گرفتن و هر یک انسان میخواست که پیامبر خدا در خانهشون مهمان شود. پیامبر گفت که همین شتری ما کجایی که قرار بگیره ما همونجا میروم، ان شاء الله که همونجا آرام میگیرم. شتری پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن و نزد خانه همین ابو ایوب انصاری قرار گرفتن و پیامبر خدا در همون خانه همون مهمان شدن شب اول را. و هم خاطر ما هم قرار دادیم در یکی از آرامگاه بهترین کلانترین استانبول که ان شاء الله رفته هازی ما. بله پرا برای شما معلومات میتیم دوستان عزیز، هر یک کامنتر، هر یک لایک شما، هر یک دستگیری شما با منفعت کاری ما دوستان عزیز، به خاطر که دنیا دو روزه برادران عزیز بیا خوبیش بگیریم بعدش پارت بریم. از همه احترامونه خواهش میکنم کسی که در پخش مستقیم نوارا پدلی سکنین لایک مونین بهترین میشوه. باز ما میریم پرا معلومات میتیم که مسجدش در کجای، مقبرش در کجای، حتی در همینجا به خاک سپاریدگیانش گفتگیان که مرده مرا نبرید، ما در کجایی که مثال جان به حق تسلیم کردم در همونجا مرا به خاک بسپارین که چون که مردمی که بعد از ما به دنیا میآید مقصد امی اسلام پایدار بمونه، در امی سیستم اسلام بقوت کنه، به همین خاطر گفتگیه که در همینجا مرا به خاک بسپارین. بله وقتی که اومدن ها مردم ممکن شاید سوال بکنن که چرا در مدینه بود اینجا دفنش کردن، چه خیلی که شما گفتین برادران. وقتی که اومده همین اسلام اینجا در رواج رونق دادن، ابو ایوب انصاری هم بودن، اهل موفقتی بودن، اینجا از دنیا گذشتن، گفتن مرا نبرین از اینجا، همینجا دفن بکنین، به خاطر که اسلام در همین اینجا کنستانتینوپل بود، بعدا ترکیه در همینجا اسلام رونق و رواج بیاوه. به همین خاطر یکی از مرکز اسلام هم بگیم خطا نمیکنیم 99% شاید خطا کنم الله اعلم زیادش اهل مسلمان ای ترکیه را. بله برای همه دوستان عزیز میریم پر معلومات از مسجد برای شما پیشنهاد. بله فقط ما را پیگیری کنین ان شاء الله نوار پوره را تماشا بکنین و در زیر کامنت را در حق این همین گذشته های تمام امت محمدی دعاگو باشین که اینا محتاج دعا هستند. ما هم با او خاطر اومدیم که در حقشون یک کف دعا بکنیم، یک قرآن تلاوت کرده باشیم. و آخر الدعوا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان عزیز بعد دعا کردن در مزار در راه داره ای تمام میتونی برای درون مسجد با بولان برای همو این مزار به حد کلون بعد مونده میشه. ما خواستیم که با همین رنگی الکتریکای با همین بشینیم بریم تماشا کردن برای که یک احساسات دیگر ایده میبینید ربی همه اینمی پس منظر ما همه آرامگاه های کلانترین آرامگاه هم اگر در ترکیه بگیم خطا نمیکنیم که اول داره آخر نه. بله راستی گپ اینجا ما بار اول شیتگی دارم خیلی شیش هستم در دوشنبه بود وقتای استودنتی دانشجویی خواستم که یک بار بشینم، لیکن این بار اول هست که ما دارم خیلی شیش هستم نه که به یاد معقول میشه. این تو تاگی پای ما را نگاه کن همه آرامگاه یکی از کلانترین آرامگاه ها عقب پایانش کانال نداره. یعنی حاجی جان تقریبا 5-10 کیلومتر همین کلانترین در همین شهری استانبول در تورکیه میگیم خطا نمیکنیم. بله این ان شاء الله که رفتیم همو اهل اصحابی که به نام ابو ایوب انصاری گفتیم ان شاء الله مسجدش میریم و اوجا الحمدلله دو رکعت تای مسجد میخونیم، پیشینه میخونیم خدا خواه، آرامگاهش سر آرامگاهش یک دعا و فاتحه میکنیم اگر اجازت بدن، وگرنه بسیار جاهای آرامگاه ها خودشون قرائت میکنن و فقط ما دعا میکنیم. خلاص که پیگیری کنیم ان شاء الله میریم همه برای شما نشان میدیم. برادران عزیز همه اینا اومده سن همه خیلی تماشا زیارت کردن، هر یک کدومش میبینن که در کجا کدوم بزرگوار خوای برای دعا کردن مادرها همه نگاه که الحمدلله محکمه نماز خواندند، بعد نماز اینا برآمدن دعا همه گردی مقبره همه جای مرده‌های همه نفرایی که در همینجا به خاک سپردگیان
ها اکا بلوجان بله اینجا همه آرامگاه های گردی همین مسجد همه اینجا آرامگاه های. شاید الله اعلم که ما خوب نمیدونیم اولادای شاید همین اصحاب باشن، اصحاب کرام باشن، همین چه خیلی باشن نباشن، الحمدلله همه برادرای مسلمان های. فقط ما براشون یک کف دعا میکنیم که بالای سنگور اهمیت اکا بلوجان در یگان تاش ترکی نویسگی نیست، همش اما زبان عربی خطی عربی نویسگی. زبان عربی خطی نویسگی. پس شهادت از آن میتونه که همین وقتی گذشته که خدمتگارایی که در همینجا بودن همو بله برادران عزیز، چخلی که برای شما گفتیم اولی سرشوی برنامه را دیگر کردیم. حاضر تو جای در کوره میدونیم برای شما نوار کنیم، چون که اینجا یک مکانی هست توریست و آدما بسیارن. ما را ابزاری وای نمیموننده، مثال با حضور نوار کرده نمیتونیم، لیک تا قدر امکان کوشش میکنیم که برای شما یک چیز خوب پیشنهاد کنیم. بله برادران درونشتا همو ابو ایوب انصاری که گفتیم، همو اصحابی که پیامبر در خانهش جا میکنه، انموهای از میدرویم درونشا قدر امکان اینجا که جای آرامگاه شه. اینجا فقط باید دعا بکنیم در حقش دعا میکنیم ان شاء الله در حق تمام اهل اصحاب و اگه چنین قدم با توانایی چند که هست به شما نشون میدیم اگر اجازه بدید. بله اینجا پوپشون رو بدر میکنیم میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا پوپشو رو بدر میکردیم. السلام علیکم و رحمت الله علی القبور. انا اینجا برادران چخلی که شما ببین Peygamber Efendimizin ayak izi var köşede. Ziyaret edelim. Resulullah Efendimiz'e salavat getirelim inşallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Sakalı آله. şerifler var yine. این دوستان عزیز مقبره کرام در اونجا چخلی که برادر عزیز گفتن نگاه که همه چیزای هست اینا مو بزرگواران موندگی حتی اینا جایی که هست صلوات پرتاتون کن. بله اینجا این برادر ترک زبان میگه که انا اینجا از پیامبرمون چیزی هست میگه اینجا صلوات بفرستیم. بله الله اعلم چیزی از اگر اشیاء پیامبرمون شاید باز میبینیم ان شاء الله. الله اعلم. اگه من ترکی را گفت نمیدونم لیکن هر چیزی هست از پیامبرمون موندگی. ابو ایوب اینا چخلی که شما میبینین هم یگون چیز از پیامبرمون موندگی، لیکن الله اعلم چی بود من نفهمیدم زبان ترکی را. انا هم پیش بیستم این هم جلوسی هستیم. Şerit arkasına geçirelim. الله متعال دعا میکنیم که ای اصحاب کرام غریق رحمت شایسته جنت بکنه و ما را از جمله فردا روز قیامت در پایین بیرق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همه مسلمان ها را خسته‌شان نصیب روزی بگردونه. خدای بزرگم بازم دعا میکنیم که تمام اهل مسلمین در حفظ و حمایت خودش نگهبان باشه و تمام امت های محمد موفق گردونه فردا روز قیامت. آمین یا رب العالمین. الله اکبر. ای برادران عزیز باور که خوش بالای نفرانی که اینجا میان میدونن به هر حال از همه چیز خوب در حق گذشتگان، تمام گذشتگان همه یعنی برادران همون نفرانی هستن. ان شاء الله دعاگو هستیم، شما هم نیز در حق ما دعاگو باشین. یک جای هست که کمپرسیون که وایده دشوارتر است. باید بخاطر چخلی که درون دادین مرکب کلانش در جای هر یک چیزایی هست باور کن عجایب احسن بهترین هفت. اکبلو جان در نوار پیشین ما گفتیم که برای درآمدن هر یک زنها ریمول هست برای پوشانیدن خود مقصد روش و بعضیش ریمول نداره برای همون استفاده میبرن با آورده در همه جا میمونن همه چیزاش کردگن. بسم الله الرحمن الرحیم. قدم همون نگردن. بله اول تایه مسجد بخون رحیم جان. بله بله در حق برادرها دعا میکنیم ان شاء الله. هی نکی مسجد های زیبا عجیب بهترین مسجد های بهترین.
رحیم جان یا چه اعتبار دادی؟ اینا جای زنها را دیدی سطر کردگی همه محکم کردگی دیمیتاج. بله دوستان عزیز، در همین مسجد یکم ایتاج جای مردهای خوندنی، دیم مخصوص پنجره قط محکم کردگی مادر و زنها میتونن که به حضور نمازشون نخونن در جا در 5 وقت نماز همه زنها میان اشتراک میکنن برادر جان عزیز. و چه خیلی که میبینین در نزد مسجد ایجاد ما علاقه نماز پیشین خوندیم، بسیار نفرایی که دیر میان و مثال تماشا میان توریست در همجا نمازشون میخونن. و این منوره‌ای که در پشت ما میبینین مهیدک در ایجا انمون مثل خطبه را خوندن، امر معروف کردن، جایی که ما شاهد حال شدیم در همه جا میکنن. بعدا اونا ملو میگذره پیش نماز میخونن انشالله بهترین همش طبق هم خدمات. برادران شما میتونید که هم اویلوی بیاین به خاطر که شهر توریستی های اویلوی هم که اومدن هر یک مسجد میدونین جایهای زنها جایهای مردها همش جداگانه میتونن که به حضور خاطر اویلواتون تماشا بکنین و استراحت خوب خاطرهای خوب به ختم بگیرین. دوستان عزیز، برادران گرامی قدر، مادر و خواهرای عزیز، هر چیزی که کردیم هم با منفعت شما کردیم هم با منفعت خودمون تا جای در کارمون درباره بزرگوار عزیز صحبت گذراندیم. اگر یگون کمی داشته بخشش هر اون نفرایی که تماشا کردین، خواهش از هر یک شما در افیرین هر یک کدام شما اگر یه لایکی ما را دستگیری کنید قطعا یک متره دیگر نفرون میتونن که از حال و رفت زندگی پیشینه که انمی بزرگوار داشت با خبر شوم. همین خلاصه که بله این هم دستگیری شما هست با همون لایک و کامنتاتون و با دستگیری مغازه زیارت شاپ است که این سیاحت خوبه برای ما و رحیم جان الحمدلله پیشنهاد کردن. بله. و الحمدلله چیزای برنامه‌های خوبه برای شما پیشنهاد کردیم. کم و کوسگی باشه منظرت میپرسیم و بعدا یک چیز دیگر هم میگم که همه ما و شما باید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را از جان دیده دوست داریم. این هم یکی از اهل اصحاب بود که جانش فدا میکرد برای اسلام، برای پیامبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. با هم خاطر رسیدیم به انجام برنامه. خدا یار و مددگار هر جایی که باشین دعاگوی ما باشین و دعاگوی شما هم ان شاء الله که هستیم برادران. بله دوستان عزیز، الله نگهبانتون. در هر دولت را میبینید هر یک آدم امو مسلمان و دیگر که درباره هم همیو برنامه کرده که لیک برنامه توجیکی اولینش دیگه که کچ است و این قدر ابزار خوب قطعی با همین خاطر برادرای عزیزتون دستگیری فراموش نکنید. خیر دوستان عزیز، برنامه نوبتی را انتظار شید. الله یار و مددگار.